بسم الله الرحمن الرحیم. تصور کن حقوقت قطع شده، نه راه اعتراض داری نه جرأت حرف زدن و تنها جرمت اینه که فقط دوستدار امام هادی علیه السلام هستی. حالا اگه به تو بگن نه با نامه نه با وساطت بلکه فقط با دعا کارت درست میشه، باور میکنی؟ دعای امروز روایتیه از داستان امام هادی علیه السلام. امام هادی در کشاکش وقایع تاریخی میشه گفت جزء مظلومترین امام ها بودن و زوایای مختلف تاریخی ایشون به جهت اینکه ایشون در جوانی شهید شدن و سالهای زیادی از زندگیش رو در حصر خانگی به سر می بردن در تاریخ بر همگان مشخص نشده. امام بسیار بخشنده بودن. ایشون بعد از لطف و عطایی که به یکی از شیعیانی که از شهر خودش به محضر ایشون اومده بودن فرمودن دیگه نیازی نیستش این همه راه رو بیایی و خطرات و خستگی راه رو به جون بخری. از این به بعد هر وقت مشکل پیدا کردی کافیه متوجه ما بشی و فقط لبهاتو تکون بدی. به عبارتی حتی به صورت بی صدا و حرکت لبها مشکلاتتو به زبون بیاری و مطرح کنی. ما اون حاجتت رو هم برآورده میکنیم. سلام به شما دوستان عزیز کانال منار 12. امیدوارم که در پناه همیشگی منار 12 حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. اینجا جاییه که درباره آیات الهی، آرامش و رازهای زیبای قرآن صحبت میکنیم. اگه اهل معنا، انرژی مثبت و آرامش قلبی هستی، حتما کانال رو سابسکرایب کن تا هیچ ویدیوی الهام بخشی رو از دست ندی. اگر فکر میکنی که این ویدیو میتونه به تو یک موضوع جدیدی یاد بده و مشکلی از مشکلاتت رو حل میکنه، همین حالو توی کامنت ها بنویس یا هادی. و اما روایت این داستان مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی که در بخش دعاهای منقول از امام هادی علیه السلام در اونجا نقل شده و از دعاهای مجرب در رفع گرفتاری، فقر، ترس، بیپناهی و تقویت توکل شمرده میشه. شخصی است از یاران امام هادی علیه السلام به نام ابو موسی. ابو موسی میگه متوکل عباسی حقوقم رو قطع کرده بود. نه گناهی کرده بودم و نه راهی برای بازپسگیری داشتم. به محضر امام هادی علیه السلام پناه بردم و گفتم آقا به خاطر علاقم به شما حقوقم رو بریدم. اومدم تا شما وساطت من رو پیش متوکل بکنی. از ایشون بخواهید که این حقوق من رو دوباره برگردونه. امام با آرامش فرمودن کارت انشالله درست میشه. شب که شد مأمورین حکومتی دنبال من اومدن پی در پی و گفتن متوکل میخواد تو رو ببینه. وقتی که نزدیک به دربار متوکل شدم، یکی از نزدیکای دربار به نام فتح ابن خاقان با تعجب گفت مگه تو شبا تو خونه نمیمونی؟ ما رو به زحمت انداختی از بس که مأمور پی تو فرستادی. ابو موسی میگه به مجلس متوکل وارد شدم. متوکل گفت ما از تو غافل شدیم. تو چرا حقوق تو از ما مطالبه نکردی؟ حالا طلبت از ما چقدر هست؟ من مقدار طلب و حق خودم رو که گفتم دستور داد نه فقط همونو بلکه 2 برابرش رو بهش بدی و حتی معوقه های گذشته‌ای که قبلا پرداخت نکرده بودند رو هم پرداخت کردم. بیرون که اومدم از فتح ابن خاقان پرسیدم امام هادی به اینجا اومده؟ گفت نه. گفتم نامه‌ای آورده؟ گفت نه. گفتم پیغامی داده؟ گفت نه. یقین دارم امام هادی برا تو دعا کرده. حتی گفت به ایشون بگو برا منم دعا کنه. از دربار برگشتم و وقتی به محضر امام رفتم، امام فرمودن هذا وجه الرضا، یعنی نشونه‌های خوشنودی توی چهرت می‌بینم. گفتم مولای من آیا شما نزد متوکل رفتید؟ امام فرمودن من نزد اون نرفتم. ما در سختی‌ها جز به خدا پناه نمیبریم و بر غیر او توکل نمی‌کنیم. وقتی پیام فتح ابن خاقان رو بهش رسوندم که به امام بگو برا ما هم دعا کنه، امام فرمودن اون در ظاهر ما رو دوست داره اما در باطن نه. برا همینم دعا براش سودی نداره. گفتم ای مولای من دعایی به من یاد بده. امام فرمودن دعایی که خودم بسیار میخونم و از خدا خواستم هر کس بعد از من اون رو بخونه محروم نمیشه و سپس این دعا رو فرمودن یا عدتی عند العدد و یا رجایی و المعتمد و یا کهفی و السند و یا واحد و یا احد اسألک بحق من خلقتهم ولم تخلق مثلهم احدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تکفینی مؤونة الدنیا والآخرة. اگه دوست داری این دعا فراموش نشن
و این راه زنده بمونه، لطفاً ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای کسی بفرست که امروز دل شکسته است. و یادت باشه گاهی خدا مشکل رو حل نمی‌کنه تا ما بفهمیم پناه واقعی کجاست. ضمناً توصیه می‌کنم بعد از این ویدیو 4 راز و عمل قبل از خواب رو که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن رو حتماً ببینید. 4 عمل کوتاه با ارزش و با اثرات فراوان. خدا نگهدار.